On her way, Little Red Riding Hood met a wolf. On her way یعنی در مسیرش. دقت کنید که توی فارسی ما میگیم در مسیرش، ولی توی انگلیسی آن استفاده میشه که بیشتر معنی روی میده، ولی تو فارسی بازم میگیم در مسیرش. در مسیرش شنل قرمزی کوچولو met a wolf. met یعنی آشنا شد یا ملاقات کرد. ملاقات کرد با یک گرگ. wolf یعنی گرگ. Hello, said the wolf. Where are you going? Hello یعنی سلام. گفت اون گرگ. said گذشته say هست. say یعنی گفتن. said یعنی گفت. گرگ گفت. Where are you going? کجا داری میری؟ Where یعنی کجا. Where are you going? کجا داری میری؟ I'm going to see my grandmother. I'm going to من دارم میرم که ببینم. see یعنی دیدن. میرم که ببینم. My grandmother. grandmother یعنی مادر بزرگ. I'm going to اینجا معنی آینده نمیده. دقت کنید. go اینجا به معنی رفتنه. I am going to یعنی من دارم میرم که ببینم مادر بزرگم رو. She lives in a house behind those trees. She lives. live یعنی زندگی کردن. lives یعنی زندگی میکنه. اون زندگی میکنه در یک خونه. house یعنی خونه. زندگی میکنه توی یه خونه. پشت اون درخت ها. behind یعنی پشت. those یعنی آنها. trees یعنی درخت ها. زندگی میکنه توی یه خونه پشت اون درخت ها. The wolf ran to Granny's house and ate Granny up. اون گرگ ran گفتیم گذشته run هست. run یعنی دویدن. run یعنی دوید. دوید به خونه مادر بزرگ. Granny's house. و ate Granny up. ate گذشته eat هست. eat یعنی خوردن. ate یعنی خورد و خورد مادر بزرگ رو. ate up منظورش اینه که انگار که بلعیدش. کامل خوردش. ate Granny up مامان بزرگ رو بلعید. He got into Granny's bed. اون رفت. got اینجا معنی رفتن میده. اون رفت به تخت مامان بزرگ. bed یعنی تخت خواب. A little later, Little Red Riding Hood reached the house. A little later. later یعنی بعدتر. یک کوچولو بعدتر. شنل قرمزی کوچولو reached. reach یعنی رسیدن. reached یعنی رسید. رسید به خونه. She looked at the wolf. اون نگاه کرد. look یعنی نگاه کردن. با ایدی یعنی نگاه کرد. نگاه کرد به گرگ. Granny, what big eyes you have. مادر بزرگ چه چشمای بزرگی تو داری. big یعنی بزرگ. eyes یعنی چشمها. have اینجا یعنی داشتن. چه چشمهای بزرگی تو داری. دقت کنید. eyes یعنی چشمها. eye یعنی چشم. All the better to see you with, said the wolf. All the better. better یعنی بهتر. هرچی بهتر که see ببینم تو رو باهاش. هرچی بهتر که ببینم تو رو باهاش. گفت اون گرگه. Granny, what big ears you have. مامان بزرگ چه گوشهای بزرگی تو داری. ears یعنی گوشها. All the better to hear you with, said the wolf. هرچی بهتر که بشنوم تو رو باهاش. hear یعنی شنیدن یا گوش دادن. هرچی بهتر که بشنوم تو رو باهاش. گفت اون گرگه. Granny, what a big nose you have. مادر بزرگ چه بینی بزرگی داری. nose یعنی بینی.
چه بینی بزرگی داری. All the better to smell you with, said the wolf. هرچی بهتر که بو کنم تو رو باهاش. Smell یعنی بو کردن. Granny, what a big teeth you have. مامان بزرگ چه دندونای بزرگی داری. Teeth یعنی دندونها. یک دندون میشه tooth. چند تا دندون میشه teeth. چه دندونای بزرگی داری. All the better to eat you with. هرچی بهتر که بخورم باهاش تو رو. Eat یعنی خوردن. Shouted the wolf. فریاد زد اون گرگه. Shout یعنی فریاد زدن. Shouted یعنی فریاد زد. A woodcutter was in the woods. یه چوب بر. Woodcutter یعنی چوب بر، هیزم شکن. Wood یعنی چوب. Cut یعنی بریدن. Cutter یعنی برنده، یعنی کسی که چیزی رو میبره. Woodcutter یعنی کسی که داره چوب رو میبره که میشه همون هیزم شکن. هیزم شکن بود در جنگل. Woods گفتیم یعنی جنگل. He heard a loud scream and ran to the house. اون شنید. Heard گذشته hear هست. Hear یعنی شنیدن. Heard یعنی شنید. اون شنید یک loud scream. Loud یعنی بلند، صدای بلند. Scream یعنی جیغ، فریاد. اون شنید یه جیغ بلند. And ran to the house. و دوید به خونه. Run گفتیم گذشته run هست. Run یعنی دویدن. Run یعنی دوید. دوید سمت خونه. The woodcutter hit the wolf over the head. اون هیزم شکن hit. Hit یعنی ضربه زد. ضربه زد به گرگ در سرش. Head یعنی سر. ضربه زد به گرگ تو سرش. The wolf opened his mouth wide and shouted and Granny jumped out. اون گرگ باز کرد دهانش رو کاملا. Mouth یعنی دهان. Opened wide یه جور اصطلاحه، یعنی اینکه کامل دهانش رو باز کرد. اون گرگ کامل دهانش رو باز کرد و فریاد زد. Shouted گفتیم یعنی فریاد زد. و Granny jumped out. مادر بزرگ پرید بیرون. Jumped گذشته jump هست. Jump یعنی پریدن. Out هم که یعنی بیرون. Jumped out یعنی پرید بیرون. The wolf ran away and Little Red Riding Hood never saw the wolf again. اون گرگ ran away یعنی فرار کرد. And Little Red Riding Hood و شنل قرمزی کوچولو هیچ وقت ندید گرگ رو دوباره. Again یعنی دوباره. سا گذشته سی هست. سی یعنی دیدن. سا یعنی دید. Never یعنی هیچ وقت. دقت کنید که توی این جمله اگه کلمه به کلمه ترجمه کنیم میگه شنل قرمزی کوچولو هیچ وقت دید اون گرگ رو دوباره. ولی خب تو فارسی ما اینطوری نمیگیم. میگیم شنل قرمزی کوچولو هیچ وقت ندید اون گرگ رو دوباره. و برای نکته امروز چند تا از اعضای بدن رو داریم. Head یعنی سر. کل سر رو میگن head. Hair یعنی مو. تمام موها. Ear یعنی گوش. Hear یعنی شنیدن. Eye یعنی چشم. See یعنی دیدن. Nose یعنی بینی. Smell یعنی بو کردن. Mouth یعنی دهان. Eat یعنی خوردن. Hand یعنی دست. Touch یعنی لمس کردن. Foot یعنی پا. Walk یعنی راه رفتن. دقت کنید که یک پا میشه foot. دو پا یا بیشتر میشه feet. Foot یک پا. Feet چند پا.
این هم از این. امیدوارم چیزای جدید یاد گرفته باشین و ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه آره ممنون میشم که حتما ویدیو رو لایک کنین و چنل رو سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم ازتون و فعلا خدا نگهدار. Little Red Riding Hood lived in the woods with her mother. One day, Little Red Riding Hood went to see her granny. She had a nice cake in her basket. On her way, Little Red Riding Hood met a wolf. "Hello," said the wolf. "Where are you going?" "I'm going to see my grandmother. She lives in a house behind those trees." The wolf ran to Granny's house and ate Granny up. He got into Granny's bed. A little later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf. "Granny, what big eyes you have." "All the better to see you with," said the wolf. "Granny, what big ears you have." "All the better to hear you with," said the wolf. "Granny, what a big nose you have." "All the better to smell you with," said the wolf. "Granny, what big teeth you have." "All the better to eat you with," shouted the wolf. A woodcutter was in the woods. He heard a loud scream and ran to the house. The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth wide and shouted, and Granny jumped out. The wolf ran away, and Little Red Riding Hood never saw the wolf again. سلام دوستان، چطورین؟ چه خبرها؟ امروز اومدیم بازم با داستان آشنا، داستان ملخ و مورچه. با روند کار آشنایین، متن رو میخونم، ترجمه میکنم و نکاتش رو میگم. حالا که آماده این، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا بریم و با هم داستان رو شروع کنیم. One beautiful day in the field, there was a happy and playful grasshopper. یک روز زیبا. Beautiful یعنی زیبا. Day یعنی روز. One هم که یعنی یک روز زیبا در field. Field یعنی دشت. یک روز زیبا در دشت. There was a happy and playful grasshopper. There was آنجا بود یا بود. Happy یعنی خوشحال. Playful یعنی بازیگوش. Grasshopper هم که گفتیم یعنی ملخ. اونجا بود یک ملخ خوشحال و بازیگوش. He sang and played the whole summer and made fun of the ants who worked and searched for food. اون سنگ گذشته سینگ هست. سینگ یعنی آواز خوندن، سنگ یعنی آواز خوند یا آواز میخوند. و played بازی میکرد یا بازی کرد. play یعنی بازی کردن. بازی میکرد. whole یعنی تمام یعنی کامل. summer یعنی تابستون. بازی میکرد تمام تابستون رو. و made fun of the ants who worked and searched for food. made در لغت گذشته make هست یعنی درست کردن، ولی اینجا made fun رو باید با هم ترجمه کنیم. made fun یعنی مسخره کرد یا مسخره می کرد. مسخره می کرد مورچه هایی که اینجا هو معنی که میده. مورچه هایی که work یعنی کار کردن، بازم با ایدی تبدیل به گذشته شده. مورچه هایی که کار می کردند. و search یعنی جستجو کردن، گشتن. جستجو می کردن، بازم گذشته است، برای غذا. و مسخره می کرد مورچه هایی که کار می کردن و جستجو می کردن برای غذا. He always told them. اون همیشه. Always یعنی همیشه. told گذشته tell هست. tell یعنی گفتن. told یعنی گفت یا می گفت. اون همیشه می گفت به اونها Let's go off working and rest.
let go یه جور اصطلاحه، یعنی رها کنید، بیخیال بشید. رها کنید کار کردن رو. work یعنی کار کردن، working یعنی همون کار کردن. رها کنید کار کردن رو و استراحت کنید. rest یعنی استراحت کنید، استراحت کردن. Let's play and have fun. Let's play بیاین بازی کنیم و have fun خوش بگذرونیم. have fun بازم با هم ترجمه میشه، یعنی خوش گذروندن. All the ants ignored him and kept stocking food. All یعنی همه، ants یعنی مورچه ها، ignored him. ignore یعنی نادیده گرفتن، بازم با ایدی جمع شده که تبدیل به گذشته شده. نادیده گرفتند اون رو، یعنی ملخ رو. و kept گذشته keep هست. keep یعنی نگه داشتن یا ادامه دادن. اینجا یعنی ادامه دادند. ادامه دادن به stocking. stocking یعنی ذخیره کردن. ادامه دادن به ذخیره کردن غذا. food یعنی غذا. Time passed and a cold winter came. Time یعنی زمان. past یعنی گذشت. past یعنی گذشتن، با ایدی یعنی گذشت. زمان گذشت. و cold یعنی سرد. winter یعنی زمستان. came گذشته کام هست. کام یعنی اومدن، came یعنی اومد یا رسید. زمان گذشت و یک زمستان سرد رسید. The lazy grasshopper was left with no food and no warm place. Lazy یعنی تنبل. grasshopper یعنی ملخ. ملخ تنبل. was left باقی مونده بود. with no food با هیچ غذایی. و هیچ جای گرمی. warm یعنی گرم. place یعنی مکان یا جا. ملخ تنبل مونده بود با هیچ غذایی و هیچ جای گرمی. In that point, he figured the need to have savings for the days of need. In that point, در اون نقطه، در اون لحظه he figured. figure یعنی فهمیدن، متوجه شدن. با ایدی یعنی گذشته شده. فهمید، متوجه شد. The need یعنی نیاز. have یعنی داشتن، نیاز به داشتن. savings یعنی ذخیره، یه چیزی مثل پسنداز. در اون لحظه اون فهمید نیاز به داشتن پسنداز رو. for یعنی برای. days of need روزهای نیاز. He went to the ants and asked for help and promised himself to do better next year. He went گذشته go هست. go یعنی رفتن. went یعنی رفت. اون رفت به یا رفت پیش مورچه ها و asked گفتیم یعنی پرسیدن یا درخواست کردن. اینجا میشه درخواست کردن و درخواست کرد برای کمک. and promised یعنی قول دادن، قسم خوردن، بازم با ایدی تبدیل به گذشته شده. قول داد یا قسم خورد به خودش. himself self یعنی خود و him برمیگرده به خودش، یعنی خود اون ملخه. و قسم خورد با خودش که do یعنی انجام دادن. better یعنی بهتر. next یعنی بعد و year یعنی سال. قول داد به خودش که انجام بده بهتر سال بعد، یا همین که سال بعد بهتر عمل کنه. اینطوری هم میتونیم بگیم. حالا اگه خسته نشدین لایک و سابسکرایب رو بزنین تا بریم چند تا نکته خوب بهتون بگم. خب اینجا چند تا اصطلاح داریم.
To make fun of somebody یعنی کسی رو مسخره کردن. نکتهش اینجاست که وقتی میخواین توی فعل استفاده کنین باید make رو صرف کنین. مثلا برای حال بگین making fun of somebody، برای گذشته بگین made fun of somebody. در کل to make fun of somebody یعنی کسی رو مسخره کردن. To have fun یعنی خوش گذروندن. میتونین اینطوری تصور کنین که have یعنی داشتن، fun در لغت یعنی خوشی، خوشگذرونی. To have fun میشه خوشگذروندن. بله، این هم از ویدیوی امروز ما. خیلی ممنونم که ویدیو رو لایک میکنین. میدونم که حتما چنلمون رو سابسکرایب میکنین چون یه عالمه از این داستانا و توضیحات و نکات توش هست. امیدوارم توی ویدیوی بعدیمونم همراهمون باشین. خدا نگهدار. سلام به همگی، حالتون چطوره؟ امیدوارم مثل همیشه خوب باشین. امروز اومدیم با یه داستان آموزنده دیگه، چون بگم آموزنده ترین داستان دنیا، داستان خرگوش و لاک‌پشت. لطفاً بریم ویدیو رو لایک کنین و چنل رو سابسکرایب کنین تا فوری بریم برای داستان. Once upon a time lived a rabbit and a turtle. Once upon a time که همونطور که قبلا گفتیم یعنی روزی روزگاری. روزی روزگاری زندگی کرد یا زندگی می کرد. live یعنی زندگی کردن. اینجا میشه زندگی کرد یا می کرد یک rabbit یک خرگوش و یک turtle یعنی لاک‌پشت. روزی روزگاری زندگی می کردن یک خرگوش و یک لاک‌پشت. The rabbit was known for his fast speed, but the turtle was the opposite. اون خرگوش was known یعنی شناخته شده بود. know یعنی دونستن یا شناختن. was known یعنی شناخته شده بود. For his fast speed. fast یعنی سریع. speed یعنی سرعت. شناخته شده بود برای سرعت زیادش، سرعت بالاش. But the turtle was the opposite. ولی لاک‌پشت بود برعکسش. The turtle was the slowest in the field. لاک‌پشت بود slowest. slow یعنی آهسته. slowest یعنی آهسته ترین. لاک‌پشت بود آهسته ترین در دشت. field یعنی دشت. Some random day they decided to have a race and see who would win. یه روز رندوم، یه روز اتفاقی. رندوم یعنی اتفاقی. Some random day یعنی یه روزی اتفاقی. They decided اونها تصمیم گرفتن. decide یعنی تصمیم گرفتن یا انتخاب کردن. اینجا میشه تصمیم گرفتن. decided یعنی تصمیم گرفتند. To have a race که داشته باشن یک مسابقه. race یعنی مسابقه. And see who would win و ببینن. see یعنی دیدن و ببینن چه کسی. who یعنی چه کسی خواهد برد. would win یعنی خواهد برد. win یعنی بردن، برنده شدن. The rabbit was sure that he would win, so he didn't take it seriously. اون خرگوش بود مطمئن. sure یعنی مطمئن. مطمئن بود که he would win. اون خواهد برد. So پس he didn't take it seriously. Take something seriously یعنی چیزی رو جدی گرفتن. Didn't take it seriously یعنی اون رو جدی نگرفت. Seriously یعنی جدی. The next day as the race began, the rabbits ran off a bit and then decided to take a nap. The next day. Next یعنی بعد. Day یعنی روز. روز بعد. As the race began. As اینجا میشه همین که. همین که race مسابقه شروع شد یا آغاز شد. began گذشته begin هست. begin یعنی آغاز شدن یا آغاز کردن. began یعنی آغاز شد.
روز بعد همین که مسابقه آغاز شد The rabbit اون خرگوش ran یعنی دوید run گذشته run هست run یعنی دویدن run یعنی دوید off a bit a bit یعنی یک کم اینجا منظورش از run off بوده که از اون نقطه شروع دویده run off a bit کلن این تیکه رو با هم ترجمه میکنیم یعنی یک کم دوید یک کم از محل شروع دوید and then decided to take a nap و بعدش decided تصمیم گرفت decide یعنی تصمیم گرفتن به اضافه ایدی تبدیل به گذشته شده تصمیم گرفت که take a nap take a nap nap یعنی چرت take a nap یعنی چرت زدن تصمیم گرفت که چرت بزنه He slept while the turtle was slowly walking the race past. He slept. Slept گذشته sleep هست. Sleep یعنی خوابیدن. Slept یعنی خوابید. اون خوابید در حالی که while یعنی در حالی که در حینی که لاک‌پشت داشت slowly. Slowly یعنی با آرامی. با آهستگی slow یعنی آهسته slowly یعنی با آهستگی walking راه میرفت the race pass race یعنی مسابقه pass یعنی مسیر لاک‌پشت داشت با آهستگی راه میرفت مسیر مسابقه رو He woke up after a few hours thinking he was still far ahead of the turtle. So he ran the rest of the way. He woke up. Woke up گذشته wake up هست. Wake up یعنی بیدار شدن. Woke up یعنی بیدار شد. اون بیدار شد. After بعد از اینکه یا بعد از a few hours بعد از چند ساعت hours یعنی ساعت a few یعنی چند بعد از چند ساعت thinking he was still far ahead فکر میکرد think یعنی فکر کردن thinking یعنی فکر میکرد که اون بود still هنوز still یعنی هنوز far ahead ahead یعنی جلوتر far در لغت یعنی با فاصله دور منظورش اینه که خیلی دورتر و جلوتر از لاک‌پشت بود So past he ran اون دوید the rest of the way rest یعنی باقی مانده راه رو way یعنی راه As he reached the ending line he saw the turtle crossing it first از گفتیم همین که اون reached یعنی رسید reach یعنی رسیدن reach یعنی رسید همین که اون رسید به ending line یعنی خط ending یعنی پایانی رسید به خط پایانی he saw گذشته see هست گفتیم see یعنی دیدن saw یعنی دید اون دید لاک‌پشت رو که crossing رد می شد cross یعنی رد شدن crossing یعنی رد می شد از اون it منظور همون خط پایانیه رد می شد ازش اول first یعنی اول He was surprised and then realized he had lost the race اون بود surprise گفتیم یعنی شگفت زده یا متعجب اون متعجب بود یا شگفت زده شد که اون بود شگفت زده یا متعجب اون بود شگفت زده و بعد متوجه شد realize تو ویدیوهای قبلیمون خیلی گفتیم realized یعنی متوجه شد He had lost the race گفتیم یعنی مسابقه lost گذشته lose هست lose یعنی از دست دادن یا باختن اینجا میشه باخت اون مسابقه رو باخته بود had lost یعنی باخته بود
He went to the turtle and asked how he did it. اون رفت. went گذشته go هست یعنی رفت. اون رفت پیش لاک‌پشت و asked. ask گفتیم یعنی پرسیدن یا درخواست کردن. اینجا میشه همون پرسیدن. به اضافه ایدی پرسید. اون پرسید. How he did it. چطور اون انجامش داده. چطور اون انجامش داده. منظورش همون برنده شدن بوده. The turtle proudly said. اون لاک‌پشت با افتخار گفت. Proudly یعنی با افتخار. said گذشته say هست. say یعنی گفتن. said یعنی گفت. اون لاک‌پشت با افتخار گفت I don't need to be fast to reach my destination. من نیاز ندارم. need یعنی نیاز داشتن. don't need یعنی نیاز ندارم. من نیاز ندارم که سریع باشم. be fast. be یعنی بودن. fast یعنی سریع. نیاز ندارم که سریع باشم که reach برسم به destination. destination یعنی مقصد. تا برسم به my destination به مقصدم. I only need to keep walking no matter how slow I am. من فقط only یعنی فقط. من فقط نیاز دارم که keep walking. keep یعنی ادامه دادن. ادامه بدم به راه رفتن. walking یعنی راه رفتن. No matter how slow I am. No matter میایم اینجا ترجمه میکنیم بدون اینکه اهمیت بدم. matter یعنی اهمیت. موضوع مهم. بدون اینکه اهمیت بدم. چقدر slow آهسته هستم. چقدر آهسته هستم. I'd eventually make it to the end, even when I'm racing a fast rabbit like you. I'd یعنی I would. Eventually یعنی به مرور. Make it to the end. Make it اینجا یعنی موفق شدن. موفق بشم تا پایان. من به مرور موفق میشم یا میرسم به پایان. Even when حتی even یعنی حتی when وقتی که I'm racing a fast rabbit like you. من دارم مسابقه میدم. I'm racing من دارم مسابقه میدم با a fast rabbit یک خرگوش سریع like you مثل تو. like یعنی مثل. حتی وقتی که دارم مسابقه میدم با یه خرگوش سریع مثل تو. خب حالا چند تا نکته. Take something seriously یعنی چیزی رو جدی گرفتن. I don't take it seriously یعنی من اینو جدی نمیگیرم. یا I take you seriously یعنی من تو رو جدی میگیرم. حرفتو باور میکنم. Make it یعنی موفق شدن. خیلی اصطلاح رایج و روزمره‌ای هست. برای مثال شاید شنیده باشین میگه We made it یعنی ما موفق شدیم. ما انجامش دادیم. Slowly but surely یا شاید شنیده باشین slowly but steady یعنی آهسته ولی مطمئن یا آهسته و پیوسته. یه جور حالت ضرب المثل داره. منظورش همینه که مسیرتون رو آروم پیش برین ولی با اطمینان یا پیوسته. آروم ولی پیوسته پیش برین تا در نهایت به هدفی که میخواین برسین. بله این هم از داستان امروز. امیدوارم شما هم برای هدفاتون بجنگین. آهسته ولی پیوسته. خیلی ممنون میشم اگه حالا که تا اینجا اومدین لایک رو بزنین و چنلمون رو سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی. فعلا خدا نگهدار. سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز. خب اومدیم با داستان کوتاه gathering که به معنای دوره همی هستش. و این نکته رو من بگم که gathering خب یک حالتیه که از اون مهمونی خفن هست دیگه. ببین مثلا ما توی
ایران یک حالتی داریم که این، حالا من میگم مهمونی خفن، منظورم مهمونی لاکچری خوب خفن گنگ، میدونید مثلا دیگه با این اشکال ما میشناسیمش و دیگه حالا دوره همیای خفن، میدونید. و گالرین دقیقا یه چیزی تو مایه‌های همون پارتی یا نمیدونم میتینگ، این چیزایی که فکر میکنیم، و گالرین دقیقا یک همچین فازی رو باید به ما بده که معنی کلماتیش هم دوره همی هستش. خب دوستان، لایک کامنت سابسکرایب رو یادتون باشه که بزنید و ویدیوهای قبلی بعدی هم از دستش ندید حتما، و ویدیوها رو هم تا انتها حتما سعی کنید ببینید که حتما زبان انگلیسیمون قوی بشه. میبینید مثلا چیزی که به ذهن آدم میاد و چیزی که قرار داده میشه در کنار اسم مثلا دوره همی، کمتری همچین چیزایی متوجهید، ولی در کنار اسم گالرینگ که توی خارج هستش خیلی این باز مهمونی خفنی که وجود داره قرار میگیره. خب ببین، میگه که Joe was one of those people who love the sound of their own voice. خب میگه که جو، اوکی، پس ما اینجا شخصیت داستانمون جو هستش. میگه که جو بود one of. بچه ببینید one یک حالتی داره که دیگه هم داستان یکو به ما میرسونه، خب اولش، و بعدش این که مثلا یک دونه از اونهایی بود. خب میتونیم اینجوری بگیم، ببین میگه که یه دونه از دوز، یعنی آنهایی. حالا بود رو بیاریم چی اینجا و بگیم چی جو یه دونه از اونها. ببینید این دوز به معنی آنهای. خب آنهایی یه دونه یی مجبور شدیم از خودمون اضافه بکنیم و این واژه رو بریم ته، چون این فعل و فعل رو ما در فارسی انتهای جمله میگیم، اما اونا هم که میبینید در قسمت دوم هم مثلا میتونم بگن. بعد چی میگه؟ میگه که جو یه دونه از اونایی بود که، حالا کم پس مجبور شدیم اضافه کنیم، یا حتی اصلا میایم جلوتر باز ببینیم این ترجمه قبلیمون خراب شد و بازم اوکیه. میگه که جو بود یه دونه از اونا، اون افرادی که، اوکی، و اونها اصلا به صورت جالب اینجا شد اون. حالا باز چون این جمعه، انگار این جمعه اینم یه خورده میاد تو این میشه اون افرادی که، و انگار همه چی قاعده برقراره. افرادی که، باز میبینید هو هم اینجا داریم که loved، حسش love بود، میدونید. و خب حالا love رو ما میتونیم به معنی دوست داشتن بگیم، عاشق بودن بگیم، و خب از اینجور قبیل معنی ها. خب و فکر میکنم عاشق اینجا بهتر باشه. خب میگه پس جو بود یه دونه از اون افرادی که عاشقه. خب این وی هم که خط میخوره، افرادی که عاشق sound of their own voice. عاشق sound یعنی صدا، یه آفامین یه their own voice. ببین اینجا ما voice داریم، یه sound، یه دونه sound داریم. خب و میتونیم اینجوری بگیم آقا مثلا اون صدای خودش، یا مثلا نوع صدای، مثلا صدای خودش، میدونید دیگه. باید یه جوری اینو برقرارش بکنیم. مثلا دوستان میتونیم بگیم چی؟ آوا، بگیم آوای صدای خودش. بچه‌ها ببینید اینجا چون که گفته ویر، خب و ویر یک حالتیه که جمعه، ببینید اونها، ایشان، میدونید. و ما باید اینجوری پس با توجه به این چیزایی که داریم ترجمه بکنیم، بگیم چی؟ جو یه دونه از اون افرادی بود که عاشق آوای صدای خودشونن، فهمیدید؟ و به این صورت. و میگه که او never had anything interesting to say. میگه که او never یعنی هرگز، و منفی کننده هم برای فعل بعدش داره. میگه چی؟ او هرگز نداشت anything یعنی چیزی که interesting باشه به معنای جذاب. خب یه چیزی که مثلا جالب باشه، جذاب باشه نداشت که بگه. اوکی. و میگه که اما او talked. پس اینجا میگه که اما در این حالی که مثلا چیز جذابی نداشت برای اینکه بگه،
میگه اما او صحبت میکرد خب و در اسلاید بعدی میگه که and where is and every story he told remind him of another one. خب اینجا داره این رو میگه که مثلا این شخصی که داستانمون هستش به این صورتی که میگه که و every یعنی هر story یعنی داستانی که او told میکرد میگفت remind میکرد اون رو، یعنی باشه ببینید remind به معنای به یاد آوردن، به یاد آوری مثلا اینا هستش. خب و میگه که اونو به یاد مینداخت او را. اوکی، میگه که اونو به یاد این مینداخت. اوکی آفم گان خط میخورم مثلا اینجا معنی نمیده. به یاد مینداخت او را another one یه دونه دیگه داستان. اوکی داره میگه که و هر داستانی هم که اون میگفت هی صحبت میکرد یاد اونو به یاده اصلا میتونیم اینو معنی کنیم. اوکی به یاده یه دونه دیگه داستان مینداخت. اوکی و همینطور که میبینید ما خب در کنار این که مثلا شک میکنیم این معنی نمیده، شک میکنیم این معنی آف میده، از میده، چی میده، در نهایت به جواب درست میرسیم و میتونیم بفهمیم یا ترجمه کنیم که داستانمون از چه قراره. اوکی خب میگه که so that he never stopped for a second to let anybody else say anything. میگه که پس so that میگه که so that این یک کلمه دو بخشیه. خب مثلا اینجوریه دیگه، پس اون یا so that یه چیز دیگه است. خب so that به معنای اینه که تا این که اوکی تا این که او هرگز متوقف نمیشد برای یه ثانیه که اجازه بده anybody یعنی که anybody یعنی هر کس else یعنی دیگری say کنه صحبت کنه anything چیزی. خب پس چی میگه که و هر داستانی که اون میگفت یاد او رو بیاد این مینداخت که داستان دیگه هم هست و اونم مثلا بگه so that رو برابرش میدونیم چنان که هم معنی کنیم و خب اینجا خیلی معنی اوکیه براش. میگه چی؟ خب حالا این که اونقدر مثلا صحبت میکرد و اینها از هر داستان میرفت و داستان بعدی میگه که چنان این اتفاق میافتاد so that یعنی چنان که او هرگز متوقف نمیشد حتی برای یه ثانیه که اجازه بده به کس دیگه‌ای anybody یعنی هر کس دیگری که صحبت کنه anything یعنی چیزی اصلا کس دیگه‌ای مثلا بگه. و دوستان اگر لایک کامنت سابسکرایب رو نذارید حتما این کار انجام بدید و کامنت حتما خیلی بذارید و شیر هم که بر دوستاتون حتما انجام بدید. خب بعدش عرضم به حضورتون میگه که one evening he was invited to a party by someone whom he had met only a few days before and who did not know him very well yet. میگه one evening یعنی یه دونه عصر. one evening یه دونه عصر او باشه اینجا واز رو دیگه بود معنی نمی کنیم. خب اینجا واز رو ما از این معنیش استفاده میکنیم که ما رو میبره توی محور حال گذشته آینده به زمان گذشته. اوکی و این تموم شد کارون با این تمومه. میگه که یه دونه قول معروف عصر او در زمان گذشته دعوت شد به یه دونه پارتی و خب پارتی هم که وقتی گفته میشه منظور همون مهمونیه دیگه. بدون مهمونی با این توسط someone یعنی یه دونه یک شخص که او باز اینم دقیقا مونو به زمان گذشته و معنی نمیشه که او دیده بودش فقط a few یعنی چند روز قبل و اینکه نمیشناخت او را very well yet یعنی چی خیلی خوب هنوز. و در ادامه میگه که they had a good meal یعنی که اونها داشتن یه دونه حالا غذای خوب. میل پس شد چی برای غذای خوب میگه داشتن. خب و در اسلاید بعدی میگه که